سلام دوستان، میثم آبادانی هستم. با مجید هستیم، مجید انرژی، شاخ جدید دنیای مجازی. امروز قرار مجید برای ما 4 دقیقه بره زیر آب. شاید باور نکنید همه این کارو میکنه. پس بریم با هم نگاه کنیم. عزیزان من، میگه اگر مرد سفر نیستی سفر عشق نکن. من میرم به مدت 4 دقیقه زیر آب، توجه کنید. ماشاءالله. کوش کجا رفت این؟ بولک بولک کوش. نه 7 دقیقه باغ ملک هنوز یادم نرفته. آقا هندونه ناری زیر بغل من. نه مردش هم هست. آره بگی که نگن تقلب که از اینجا. آره نیستش بابا. ای مجید کجایی؟ مجید عشقم، مجید عشقم کجایی؟ ولک کجا رفتی؟ ولک به مادرم میگم الان رفتی غرق شدی. تعال بیرون. الله الصمد. وای چند دقیقه شد بچه؟ خدایا نه خدایا کو اینا خدا کنه خودش باشه. نه بابا بشنم. مجید وای اینا شو ماشاءالله. مجید بزین دست قشنگه رو. وای مجید هممون ترسوندی، ذره ترک شدیم، خواستیم آبطلا بخوریم. یا الله بخوریم. وای واقعا سفر عشق کردی. نوکرتم. خب دوستان، هرچی باشه الان نوبت گوش کردن به پندهای با ارزش مجیده. پس بریم پند آخر رو با هم گوش کنیم. عزیز، چهارشنبه صبح ساعت 4 صبح به سگ محبت میکنی رام میشه. ولی به بعضی از انسان ها محبت میکنی متاسفانه هار میشن. سعی کن با آدم گرد صفت رفاقت نکنی. دوستتون دارم. مجید آبادانی، شیاه.